قاضی هر چی بگی بر علیه خود استفاده میشه. من ماماهاتون قاضی. مامانم که داره میره خرید بهش میگم مامان منم با خودت ببر، میگه دارم میرم آمپول بزنم. من 7 ساله. از تفریحات سالم ما ایرانی‌ها. مدادم از دستم میفته و غیب میشه. همون مداد وقتی مداد جدید میخرم. مامانم تو یه ظرف بلد نیستی بشوری، بعد میخوای بری مستقل بشی؟ من تو خونه مجردیم. وقتی نمیتونی جا پارک پیدا کنی پس صدا آهنگو کم میکنی. مامانم تا مطمئن نشم شب رو کجا میمونی نمیتونم بخوابم. مامانم ساعت 1:00 شب وقتی میرسم خونه جوری که پسرا شامپو میخرن روش نوشته باشه شامپو فروشی هم باشه، بهترین تهدید نشونم بده. دارم میگم بهترین تهدید. یا حسین یا تو من مگایی یا من مگایم. من میخوام تو جوونیم پر از انرژی باشم، سفر کنم و دور دنیا رو بگردم. حساب بانکیم وقتی تو تیم فوتبال یار کم داشتیم و معلم ورزش میومد با ما. متاسفم از این به بعد باید فقط غذای دریایی بخوری. داشت پیش شنا یادت بدم وقتی دوست دخترتو میبوسی ولی مزه لبای رفیقتو میده. چالش نگاه به موتورسیکلت. پرنسس های دیزنی که شروع میکنن با آواز خوندن، تمام حیوانات تا فاصله 10 کیلومتری اونجا. بارم نمیشه پسرا نمیتونن تفاوت رنگی این دوتا رو تشخیص بدن. شاید پسرا کور رنگی دارن. داش نوشابه زرد میخوری؟ آره داش بریز.